مکانهایی که حتی اگه پولم بدی نمیتونی به راحتی واردشون بشی. پارت 2. سلام دوباره. خب زودتر بریم سراغ ادامه ویدیو قبلیمون که اگه ندیدینش حتما پیشنهاد میکنم ببینید. بازم اومدم که یه دقیقه میخکوبتون کنم. مترو مسکو. خط شماره 2 متروی مسکو از زمانه استالین ساخته شده و خیلی هم این خط طولانیه. اما بخش عجیب ماجرا اینجاست که چندین سال استفاده نمیشه. حتی مسئولان امنیتی روسیه و مدیریت مترو هیچ حرفی راجع به وجود یا عدم وجود این خط نمیزنن و هیچ توضیحی نمیدن. همین قضیه باعث شده که مردم نتونن به اونجا وارد شه. تپه منوید. نیروی هوایی انگلیس در تپه منوید ساخته شده. این تپه یکی از مهمترین پایگاه‌های جاسوسی دنیاست که چندین سال پیش برای زیر نظر گرفتن شوروی سابق ساخته شد. گفته میشه که در حال حاضر عملیات تروریستی رو توی اون مکان جستجو و شناسایی میکنن. و خب متاسفانه اطلاعات بیشتری از این مکان ممنوع در دسترس نیست. البته ناگفته نماند که گفته میشه آمریکا هم توی این منطقه ماهواره‌های زیادی داره. مثل همیشه آمریکا بازم هست. اگه دوست داری بدونی مکانه بعدی کجاست، پارت بعدی رو ببین و ما رو دنبال کن.